عزیزی داریم. یک تن از دانشمندان بسیار پرسابقه کشور و یک تن از استادان پرسابقه کشور که عمر در تربیه اولاد از این کشور در پهنتون، مشخصا پهنتون کابل پرداختن و شاگردان زیاد را تربیه کردند که امروز مقام و منزلت دارند در جامعه، مهمان ما هستند و ما افتخار داریم که میزبانیشان داریم. این دانشمند معظم و محترم پوهان عبدالرسول رحین، سابق سمت استادی را داشتند در پهنزه ژورنالیسم پهنتون کابل که فعلا در خارج از کشور تشریف دارند، ولی در خارج هم به اصطلاح آرام ننشستن و کارهای پژوهشی تحقیقی کردن که عمدتاً در برنامه کنونی صحبت‌های ما یا محور صحبت‌های اساسی ما در ارتباط به این مسائل خواهد بود. پوهان صاحب، از شما جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتین و امروز در برنامه سلام صبح بخیر با ما هستیم. زنده باشین. بسیار زیاد تشکر استاد. لطف شماست. خب برای بیننده های عزیز ما یقینا که سلام پیام دارین در آغاز صحبت ها، بعد سوالات مشخص از شما میپرسیم. ما پیش از اینکه با سوالات شما آغاز کنیم و صحبت خود چنانه که شما گفتین دربارش که بزنیم، میخوایم با تمام بیننده های شما عرض ادب کنم، کسایی که در داخل کشور است، در بیرون کشور است، و امیدوار باشم از اینکه لحظاتی که با ما و شما این صبح میباشن لحظات خوشی برشان بگذره و مفید باشه. لطف شما زنده باشین. تشکر. جناب پوهان صاحب رحین، اگر لطف کرده در ابتدا برای بیننده های عزیز ما معلومات بدین که در دیار غربت افغانان ما که مهاجر هستند، مخصوصا فرهنگیان ما، دانشمندان ما و استادانی که از این جهت نسبت به عوامل گوناگون مجبور شدن که ترک وطن کنن و فعلا در غربت زندگی میکنن، خب در مهاجرت زندگی میکنن، اگر در ارتباط به در مجموع در ارتباط به فعالیت های فرهنگیان ما در دیار کشور معلومات بدین. بله، میشه که سوال شما را به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخشش فعالیت فرهنگی های ما در دوره جهاد و مقاومت باشه و بخش دومش از آزادی افغانستان و نجات افغانستان از زیر سلطه طالب ها و تا امروز. باز بخش دیگه شده قسمت صحبت کنیم. در دوره جهاد و مقاومت بدون شک مهاجرین و فرهنگی هایی که در کشورهای بیرون افغانستان زندگی میکردن و تا هنوز هم میکنن، اینها یک نوع سراسیمگی داشتن در زندگی خود. اینها همیشه فکر میکردن که چیزی از دست دادن و در جستجوی ایزی بودن که چطور همون چیز گم شده و یا چیز از دست دادی خود به دست بیارن. به ارتباط اینا همیشه نشستا داشتن، کنفرانس ها داشتن، اخبارها داشتن، جراید، مجلات و نشرات خیلی وسیع وجود داشت که تا ما فکر کردم میتونم تعداد نشرات مطبوع افغان ها در بیرون مرز بیش از 250 نشریه میرسید که شروع کنیم از کانادا به امریکا و بعد استرالیا و اروپا و مسکو، حتی پشاور و پاکستان و هندوستان. در همه جا اینها نشرات وسیع نشرات داشتن و همه وقت اینها دردهای دل خود، دوری وطن در این انعکاس میدادن و بعضا تلاش میکردن که در دوره جهاد مردم افغانستان تشویق کنن برای اینکه در اینها با جهاد خود ادامه بدن و بتانن نجات پیدا بدن این کشور از سلطه بیگانه ها. از این لحاظ نشرات خیلی وسیع بود و خیلی زیاد همه مطبوع بود و خب تلویزیون ها و رادیویی هم بود بدون شک که فعالیت میکرد. در دوره مقاومت با وجودی که همه نشرات وجود داشت ولی روحیش کمی تغییر کرد. روحیه به این شکل تغییر کرد که اینها تبلیغ میکردن در همه نشرات که مردم افغانستان چطور در مقابل بیگانه ها مقاومت کنه. مثلا همه وقتی تو احساس میشد که، البته من از دید خود میگم که ای تو احساس میشد که پاکستانی ها رفتن در زیر سایه های درخت های ما لم دادن به اصطلاح
و از زیبایی های کشور ما استفاده میکنن. معادن ما را چور میکنن، با اصطلاح کوههای ما را، حتی ریشه های درخت ها را اینها برده میرن و ما میبینیم و هیچ کرده نمیتونیم. از این لحاظ بسیار حالت تشنجی بود در ذهن فرهنگی ها و تلاش میکردن چیزهایی برای مردم خود بگوین که ما تا از این دور یا از این لحظه که میبینیم و همه چیز چور میشه برده میشه از این مرحله برایم. از این لحاظ نشرات خیلی زیاد بود، کنفرانس ها زیاد بود و همه کس میخواست کاری انجام بده، چیزی بکنه تا برای مردم خود، وطن خود مفید واقع شود. البته گفتیم که تعداد نشرات مطبوع هم در وقت خیلی زیاد بود. بعدش بعد از نجات افغانستان، بعد از 11 سپتامبر شرایط تغییر کرد و کشور از خود حکومت پیدا کرد. به این وقت آهسته آهسته قسمی که من میبینم و همه دوستا با ما هم فکر هستند که نشرات مطبوع رو به کاهش رفت. یعنی او تعداد نشرات، روزنامه، جراید و مجله که تا او زمان نشر میشد آهسته آهسته فروکش کرد و فروکش همی بود که دیگه مضمونی برشان نماند. مضمون هنمو بود که اینا دوری وطن و وطن در دست بیگانه ها و اینها را تلاش میکردن که زیاد نشرات کنن. تعداد نشرات کم شده رفت و یک علتش همی هست که فعلا تعداد نشرات مطبوع کم هست و یک تعداد محدود مانده که در صدر شما شاید در جریان باشین که یکی دو نشریه که در کانادا مانده و در امریکا مانده، مثلا امید است، و یکی دو نشریه در جرمنی مانده و در سراسر هست در کل دنیا، ولی محدود شده با اون تعدادی که در وقت بود نیست. یک علت همی است چون نماند و همه آل قانع هست دیگه که کشور از خود رأس داره و در وقت رأس نداشت و همه کس فکر میکرد که کاری انجام بده.